اپا تو چیکار میکنی از برای خدا؟ مگر تو دشمن من هستی؟ دستانم میکنندی؟ هیچ کار نمیکند. اپا از برای خدا تو چی در داری؟ دیروز آمدی خانم خانه شدن میخوایی، چون کلتکیلز به تو میگوید بیرم تو باشی بارو بند طبیعی در سرت میزنی. این بارو بنده تو چی نداری؟ ای شفقت اینقدر بسیار گپ میزنی مثل خوشتامنم هستی. راکت اپا جان مگر تو خوشتامن داری ها؟ تو هستی کو با دویمش چی حجت؟ یه روز سیاه خسور میگی سیاخی کلتا داملازی ها. السلام برادر. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام. این زن کی است؟ جوانم من جمیله افایزیو هستم. چی خیر؟ این چیست پسرم؟ این چیست؟ مانند شلوار از کجا افته؟ رابرمان میرزا وطن خواب بود لباس او رو دوزیده آوردم سردارم. راستی گپ در شعبه پلیس تنها همین لباس ها بودن، دیگر لباس نیافته. امروز همه پلیس ها در عملیات بودن غیر از رابر میرزا وطن. لباس های من در کجایم؟ سردارم لباس های شما رو برای شستن دادیم، بسیار افلاس شده بودن. ای پسر تو چه خیلی آدم هستی ها؟ سردارم یک مرده که کپا کلان آخی پیش نگاه نمیکنی. تمام خودتان رو با دست گیرید سردارم. خوب هستی؟ خوبم لیوند. آخر من در اینها پیچیده میافتم. تمام سردارم من حوضی حل میکنم. قطعا چند سانتی متره؟ تو چی کار میکنی؟ مگر دیوانه ای؟ مگر در برات قطی سوزن میگردانی؟ تو چه خیل پلیس هستی؟ من با خود همیشه رشته سوزن میگردانم چون که برادرم دوزنده است. حاضر من این رشته رو در درون سوزن میاندازم و شما شیمتون رو کشیدن گیرید. سردارم کشید پوچتا بردار. اگر کشود باشد من میدوزم تنگ میشم. آیستا آرام باشید آیستا. آنا از این را من دختر با قد قامت شما راست میکنم، همه زور میشم. از اونی که با این سر و کار میگیری یکون لباس خردتر نیافتی؟ اینجا بیمارخانه است سردارم، طاقت کنید. لیوند حالا از این در یک جای میبرایم. تو هنگام حله رو بگب گرفتنت من برآمده میروم. مالا سردارم شما با نزدیک سخرات میروید؟ نه به نزدیک کلتکیلز. من با کلتکیلز کار دارم. به نزدیک خواهر کلتکیلز میروم. چون کلتکیلز فهمد که من در نزدیک او هستم از قفای من شده به نزدیک خواهرش میآید. میبخشید حجره مو سحری تازه کرده شد مگر؟ حلی زود باش. تمام با آخر از تمام شد. تمام دستم رو بیرون برا. دستم رو ایستا زود بیرون برا. حلی رو بگب گیر. سردارم من چه خیلی حلی رو بگب میگیرم از برای خدا. یکان چیز از پیش خودت بگو. آخر اتاق رو تازه کردی ایستادن بگو. در اومدن ممکن نیست بگو. یکان چیز بگو. یک دقیقه سردارم وزیر کتت رو لباس رو میاندازم. یکان جا درد نمیکند سردارم؟ زود باش. همش درست میشه. ببینید برو چون بطن شما جوش دارم. کلاهم رو ده. همیشه بطن درست کلاهم رو ده. تمام من یکی حلی رو بگم میگیرم شما با باش. این حالم رو بینه. چی؟ اپای جمیله بعد از اون که من از یتیم خونه گریختم به من کمک کرد. همینه. این دختر کی است یا؟ خانم بتول او دختر است. در عین زمان یکی از ساکنان محله‌مان میباشد. ماشاءالله. بتول جان تو بیرو یکی بود دیر نمانی. مایلش شاد شدن. من هم. تا باز دید. خیر جانم. ماشاءالله. اپا جان تو چیکار کرده استادی؟ چیکار کردم من؟ خواهرم رو گفتم که انا همین است. چی؟ وای من رفتم خواهرش رو با آغوش میگیرم. وای من قربانی او شما. وای چرا به من نگفتی؟ اپا جان نیست و خیر تو چیکار میکنی؟ من به بیتول گفتم که به هیچ کس نگفتم. حالا تو رفته همه کار رو برباد نده. بسیار بد شدم. یک میرفتم چقدر زیبا بود است. زیبا دلش هم مانند رویش زیبا است.
رفتیم پیش درو زود بگی اپا برادر یاردم نمیکنی به خدا میارم کن چی یاردم کنم؟ پیش درو مایلش خیر ما میرویم خیر روی این بکن خوجه شده است خیر دیر نمونی خدا توبه چخیل بکر خوجه خدمت شما میگنی بگرد اپا خیر روی کمتر نگاه کنم دختر زیبا بوده است من نهاری کردم تو بیرم من به نزد اون نال میروم نه در آمدن ممکن نیست چرا؟ چون که حالا اتاق را تازه کرده ایستادن تازه کرده ایستاده بودن؟ بله تازه کرده ایستادن من با چشمان خودم دیدم و گفتن که نیم ساعت در آمدن ممکن نبوده است چرا بوده است؟ گیگینه این بیمارخانه هم نیم ساعت پس دیزینفکت میکنن یانگا یا خدای توبه بله ما از همین سبب با پوه میفریم و یک جا یک پیاله نوشیده بعد میوییم اون نال رو باید تنها نمیگذاشتیم یانگا الی از وزارت تندرستی فرمان برآمده است که تمام بیمارخانه را دیزینفکت کردن در کن حتی کسلا هم دیزینفکت میکنن برای همین نیم ساعت یک پیاله چای می‌نوشیم بعد اومده نل رو میبینیم مایلش نباشد میره مال الهام بیعقل اون نل رو میکش استاد لبای استاد یک سوال دارم پرسیده میتوانم پرس استاد انسان به یگان کار مجبور شود و کاری خطایی کند خدا او را میبخشد یا نه چی؟ از خطاگیش وابسته از خطاگیش اگر برای محافظت کردن یک آدم بیگناه آدم کشی کنی خدا تو را میبخشد هجری تو یا ستاره شناس هستی یا اولیو در حقیقت من نفهمیدم خدا میبخشد استاد چرا بخشد مگر شخصی که آدم میکشد خدا میبخشد استاد من هم همین را میگویم یعنی جایز است مگر خدا ما را از این گونه خطاگی ها محافظت کند وقتی به این خیل خطاگی ها دچار شدند بغیر از به خدا پناه بردن دیگر هیچ چاره نداره استاد خدا از شما راضی باشد اینقدر خوب جواب داد خدا از تو هم راضی باشد هجری و خدا پناه بردن لازم و خدا پناه بردن لازم استاد جان. این هجری چرا از من این سوال ها رو پرسید نمیفهمم خدایا مگر به من اشاره کرده ایستاده من چیکار میکنم به من کمک بکن این دفعه از سرم در حقیقت در بالاست بچه ها چیکار کرده ایستاده مرحمت سلطانا سیاه جان دامولا سیاه لبای آقای کنم دامولا خبری خوش دارم با خیر است دامولا در آخر نتیجه تشخیص را گرفتم اکنون شما آزاد هستید چه خیلی خوب من هم مزه آزادیم را چشیده ایستاده بودم آقای کنم احمق تو مگر کالت کلاس نیستی؟ بی شرف کاری تو تمام است تو را نابود میسوزانم یک کودکان رفته در دیگر جا بازی کنه استل باشد ای خدایا توبه دامولا ورقه ها رو گرفتی؟ اگر از من در باره این دیوانه معلومات نامه دیوانگی پرسن میگه دامولا من اکنون این ورقه ها را با محکمه پیشنهاد کنم و دعوا بیکار شود دیگر این استراب به آخر رسد سلامت باشد آقای کنم دامولا با من اجازه ده من زود روم تو بازدید آقای کنم سرش رفته دیوانه میشد و سرم یکم بالا نوارد ای برسگو از قفای دامولا زیا یگان کس را گذارید که سری نظاره تمام باشد این سقراط گفتنی خط یگان خطاگی نکند با خبر باشید پیش درم اونال جان بین با تو اونال در کجاست؟ من نمیدونم یانگا هلی جان شاید برای هوای تازه گرفتن برآمده باشد سوال سرستا نگو لبین چخل هوای تازه آدم نو از جراحی برآمده است اپا جان ما آمدیم یزنم در کجاست؟ نمیدونم ما هم همین رو گپ زده ایستاده‌ایم نیست چلنی اکای اونال نیست؟ در همین جا هستیم با دخترش گپ نزدید شاید به معاینه رفته باشد دیگر با کجا می رود؟ نه جانم اگر یگان معاینه می بود به من میگفتند رفته است آخر اپا با کجا می رود چرا رود کی؟
لوین کنی بگو شاید تو بدونی. ینگل من هیچ چیز رو نمیدونم. وقتی اومدیم نبود آخر. ای باورم نمیآید به کجا میرود این آدم. زخمی است اول آخر. یکی خون رود یکی در یگان جا افتاده ماند. خدا نگه دارد. من رفته از دکتر پرسان شوم. شاید یگان کس دیده است. انشاءالله از قفای اون کلتاکلاس نشده است. کلتاکلاس شما چی میگویید؟ لوین تو در کجا بودنش رو میدونی؟ نه ها من از کجا میدونم سیلین جان؟ لوین تو در کجا بودنش رو میدونی؟ بگو خیلی در کجاست؟ سردارم اونا رفت. با کجا رفت؟ وای دکتر خواهر کلتاکلاس هست که نامش بیتول. بله با نزد او رفت. چرا رفت؟ او رو چیکار میکنه؟ با او هیچ کار نمیکنه سردارم. او رو همچون قبخون استفاده میبره. چی خیر؟ یعنی او رو همچون قبخون استفاده بوده کلتاکلاس رو دستگیر میکنه. این همی قبخون میبونی که موشه میقپی. بعد او رو دستگیر میکنه؟ ای خانم زورا دستگیر کند خوب میشود. دیگر چی کار میکردن که؟ سردارم تصمیم گرفته است که کلتاکلاس را میکشد. انیق میکشد؟ ما هم از خداوند فقط دعا میکنیم که سردارم بیعقلی نکند و کلتاکلاس را نکشد. چون که کشتن یک مخلوق بسیار گناه عظیم است در نزد پروردگار. وظیفه پلیس انسانها را نجات دادن است نه اینکه به قتل رسانیدن. اما بسیار غضبناک بود. به فکرم کلتاکلاس را میکشد. زود باش سیاه جواب ده. جواب نمیدهد شاید در نماز است. پلیس همیشه فایده میارد. ما برای پلیس ها در مقابل ظلم آدمان صبر و طاقت نموده آنها را ما به قتل نمیرسانیم چون که وظیفه ما است. خانم سلین اگر ما هم جنایتکاران را پرانده به قتل رسانیم پس فرق میان لوین و جنایتکار چیست بگو سلین؟ اونال حالا هم زنده بود از کلتاکلاس. یگان مشکلی است. حالا شب نشده است. این چه سراسیم است؟ اگر تا نیمه شب اونال نمیرد چی شدنش رو میدونی ها؟ با من تهدید نکن سقراط. اینقدر کارو کشاره نکن. یک گپ میگویم سرعت کارت تیز میشود. یک خواهر داشته ای او را تو یافته ای. راستی من هم او را زود مییابم. گوش کن اگر با خواهرم دست رسانی تو را میکشم. اگر در خطر بودنی دوست داشتهت رو نخواهی پس خواهرت رو فکر کن کلتاکلاس. میدانم که اونال را کشتن نمیخواهی. تا ساعت 12 اگر او را به هلاکت نرسانی پس من عزیزانی تو را به هلاکت میرسانم. انتخاب رو سقراط. زهرا دوملوزیو چه شد؟ یزنم به نزد بیتون میرود همه چیز رو میفهموند. همه چیز؟ یعنی چی؟ همه چیز رو کلتاکلاس بودنی تو رو. مقصد اساسیش دستگیر کردن تو است. یا توبه بیتول این رو نباید فهمد. با اون ما نمیشود. نمیروی یزنم بسیار غضب‌آلود است. او تو رو کشتنش ممکن. اگر بیتول فهمد من تمام میشوم. از من نفرت میکنه. آخر او یک روز نه یک روز میفهمد. مایلش رو با این شکل نه. من چون وقت شاید خودم با بیتول با زبان موافق با او همهش رو میفهمم. اما اگر با این حال فهمد بیتول رو از دست خواهم داد. من فهمیدم چی شد که ما رو از دست دادیم. اگر ما رو از دست نداده باشی پس او رو هم از دست نمیدهی. یک جای همش رو به بیتول میفهمونیم. شاید کمترک وقت رو میگیرد میفهمم. نمیشه وزیر. چه جواب دادن بیتول رو تخمین کردن نمیتوانم. دیگر برویم ممکن نگاه نکند. من باید با اون المون نشوم. نمازم رو خونده به مغازه میرم. مایلش من یزنم رو باز میدارم. مایلش اونال چون شکارچی باشه شکارم میشوی. تو را نسبت سقراط همچون لقمه استفاده میکنم. دیگر چاره ندارم. مرحبا کی در کار بود؟ من به نزد خانم بیتول آمدم. او در همینجاست. حاضر تازه کردیستم. بعد ابید میویم. او رو در کجا یافتم ممکن است؟ ممکن در مگزین او چشای. تشکر زیاد. نمیارزم. تو در اینجا چی میکنی؟ دفشو در اصل تو نابود شو. تو چی میگویی؟
مرا گوش کن با من این خیل گپ نزن کلتکیل است افتی این را بین بسیار زیبایی حالا من بسیار خرسند شدم اما خبری بسیار مهم این نیست خبری مهم کدام است میدونی اکای بیتول بودنی تو رو هم میدونم سردارم دیده شما رو چه پیدا کردم تو از کجا بر اومدی ها؟ سردارم به شما سورپرایز دارم. چه خیلی سورپرایز؟ آخر سورپرایزی که برای دستگیر کردن کلتکیلاس به شما کمک میکنه. لوین گپ رو تو نده بگو. مالش میگویم اما بعد از گفتنم شما به بیمارخانه برگردید. آخر شما بسیار زخمی هستید. یعنی من برای شما را از بیمارخانه گریزاندنم عذاب وجدان کشیده ایستادم. لوین یعنی وعده هم ندید من البته میگویم. سردارم ما آدمی که شما رو پرانده رو یافتیم. چی میگوی چی خیر؟ سردارم وقتی که من از بیمارخانه بار آمدم از شبا به من خبری اومد من باشم به شبا رفتم اون آدم رو دستگیر کردن تینی که از بدن شما بار آمد از سینه اون شخص بار آمده بوده است. او حالا در کجاست؟ نه در اینجاست. چی خیلی در اینجا؟ در این ماشین است سردارم. اگر دیوانه ای تو چرا این آدم را از شوبه برآورده؟ سردارم من این طرفش رو حل کردم برای نوارگیری میبریمش گفتم در ورق امضا گذاشتم تمام. همین خیلی فکر کردی؟ بله او رو با اینجا آوردم شما رو با این واسطه به بیمارخانه برمیگردونم گفته آوردم. چی خیلی؟ لوین چور چشمت از سرت ماند. تو چی خیلی آدم هستی؟ یکو چیزی درست فکر کن. آدم در اینجاست. کنی برار در رو کشا. اسامدین در رو کشا. کنی برا اخمق. برا. تو کیستی؟ کیستی تو؟ چرا مرا پروندی؟ برای کی کار میکنی؟ کنی بگو. برای کلتکیلاس. یا خدایا بیشرف. در بالای بوم ایستادنم با من فرمان داد گفت که چون دستانم بالای سرم به بیرون برآمدم سلاحت رو تیار کرده چون آدمی در مقابل من ایستاده سلاحش رو برآورد مرا پراندنی شد در حال او را بپران گفت. اوی کلتکیلاس یعنی از همین سبب راحت به مقابلم برآمد دستانش را برداشته. بعد چی شد؟ بعد به نزدت آمد برای از مردنت باوری حاصل کردن اما چون آمدن ماشین دیگر رو دید مجبور گریخت. کاری نیم کارش را به آخر رساندنی بود اما موفق نشد. اوی کلتکیلاس من تو را دستگیر میکنم دستگیر کرده این کار را به آخر میرسونم این کار را نیم نمیگذارم. سقراط کیست؟ تو را میشناسی؟ سقراط؟ البته سقراط رو میشناسم وای یک فیلسوف بود یک فیلسوف چقدری که در مکتب خوانده بودم میدانم اما با مسئله مو چی علاقه دارد این رو نفهمیدم. ای ابله دفشاف گرید او را بره تو با گبزن شده یا زبون دراز شده است خود زبان تم نمیره میرن در کمین دکه اونال کشالش بکنم اخمق. شنیدی لوین؟ کلتکیلاس مرا کشتن میخواهد. سردارم این 100% دروغ میگه چرا با این باور میکنید؟ لوین زود به شوبه زود. زمان شب برم در کابینت کشول کنم. لوین دوشال برو زود. سردارم بیا شما را به بیمارخانه بری. لوین کار دارم زود برو. سردارم مخیا که در گنجا نغلطی. لوین راو گفتم. خیلی بشیم تا همه جا میرفته که در بری به توخی. لوین من دشمنی تو نیستم کاکا. کم موند کلتکیلاس کم موند. انتقام طفلم را از تو میگیرم. سردارم بیا شما را برم. کم سردارم آخر من فهمیده بودم که از تو دامالا نمیشود از تو تنها دوست میبراید. گوش عوض بشم اون حال اومده ایستاد از با تو باید گام میزنم تنها برای نرنجیدن بیتول به هیچ کس نگویم دروغگو کلتکیلاسی سوسمار دوست بودنی تو را اما اکنون از تو خلاص میشم. سامی دمت را گیر که نباشد میکشم. اکنون بیتول دروغگو و کلتکیلاس بودن اکاش رو میفهمد. تو را زنده نمیمانم با خدا که زنده نمیمانم. چرا؟ برای خواهرت رو دوست داشتن من رو میزنی؟ السلام داملا مرحمت کنید. نه خانم بیتول رحمت ما صحبت داریم. جنجال نداره ده؟ نه خانم چه علاقه دارد؟ همین خیل گپ زده ایستاده همین خیل نه داملا زیرا. خب بهترین. خانم بیتول کمی سیر رو گشت میکرد. چرا؟ یک اونجا نشسته صحبت میکردیم. درباره چی صحبت میکردیم؟ من اومده نمیتوانم ببخشید. چرا؟
وقتی بسیارتون رو نمیگیرم، یعنی تنها گپ زدن میخوام. مایلش، اما در جای کارم بیمارها انتظارند. باید به نزد آنها بروم. جزدانم را گرفته میآیم. مایلش، تشکر. کن یکلون مرا بزن. زوری کو، خیلی بزن. زور. گوش کن، رونالد میآید گفته صدایم را نبرآوردم، اگر با بیتول گپ زنی تو را میکشم. خوش مانید دمروزیان. تو باز دید. خوش میمانید. روزهای خوش. یزنه زهرا، یزنه تو در اینجا چی میکنی؟ اپام برای شما بسیار خواطر شد. یزنه زهرا، یکان جای خواطر ندارد، کمتر کار دارم، اون را حل میکنم. یزنه در یکان جا افتیده میمونید. تو مرا چه خیلی افتی؟ البته لوین گفته؟ ای گفت که شاید به محل رفته است. در محل چی کار دارید؟ گوش کن، با کلتکیلاس بسیار نزدیک شدم. او را دستگیر کردنم بسیار مهم است زهرا. امروز این کار را ریشه کم میکنم. با اپت خوب بودنم را بگویی بس است. یزنه التجا میکنم کلتکیلاس را نکش. خواهش میکنم. وای لوینت، یک گپ را داشته نمیتوانی. یزنه من قاتل شدن شما را نمیخواهم لطفا. زهرا، تو به نزد اپت برو. من امروز این کار را حل میکنم. یزنه یا خدای من کلتکیلاس گریز. مرحمت، خوش آمدید. سلام، به من خانم بیتول در کار بود. بیتول کمتر پیش بر آمد. وای به کجا رفت؟ چی؟ وای شاید بیمار داشته باشد یا به بیمارخانه رفته باشد، نمیدونم. یزنه با این حال با پروس ایستاده نمیتونه. لطفاً بینید آخر اپم خواطر شده ایستاده. زهرا، من به تو گفتم که خوبم، به بیمارخانه نمیروم. یزنه چه خیلی خوب استید؟ مگر دکتر نگفت که یک چند روز دیگر باید استراحت کنید؟ من شوبه میروم. یزنه زهرا، انا آن بیشرف سقراط گفتن آدم را عزت رو میابم. اول او رو نابود میکنم، بعد به خانه بیتول رفته آن بیشرفش رو دستگیر میکنم. ببخشید، درباره بیتول چرا پرسیدید؟ جناب سمی، من هیچ چیز رو نفهمیده ایستادم. با اکم درباره چی گپ زدید؟ یک دقیقه. مگر گپای به شما گفتم رو گفتی؟ بله، یعنی اکا و خواهر بودنتون رو با او گفتم. من از شما خواهش کرده بودم. این آخر بین ما سیر بود کو؟ با سیر؟ قسم میخونم به هیچ کس نمیگویم. غضبی شدید، لطفا غضبی نشید. از اکاتون تنها میخواهم به ما یک امکانیت دید. نفهمیدم. یعنی اکاتون به ما یک امکانیت دید، یعنی به علاقه ما، یعنی اگر در بین ما یکون علاقه جدی سر شدنی باشد، اکاتون به این باید اجازه دهد. یعنی من همین خیلی سنجم گفتم. خانم بیتول، انا اینجا یک چای اونقدر هم رومانتیکی نیست در اصل. برآمده راه گشته به اینجا آمدیم، چای مای فرمایش دادیم. من به شما یک چیز گفتنی دارم. یک چیزی است که خانم بیتول با من اویله دور میشه. یزنه لطفاً باید به بیمارخانه برگردید. یزنه مرا گوش کنید آخر. زهرا، تو بازدید. یزنه بینید بدنتون درد دارد. لطفاً یزنه جان.
تو را میکشم کلتکیلاس، میکشم، تو را زنده نمیگذارم. تو سلام اونال مالیو از پسی کلتکیلاس برم. برای در حال جواب دادن مجبور نیستید. یعنی فکر کنید من فکر کردم پیشتر هم گفته بودم جدی بودنم را من انتظار میشوم، چون که من از چی باوری دارم. یعنی من شما رو دوست میدارم، به خدا دوستت میدارم. من چی؟ من حالا چی گفتنم رو نمیدونم. در حقیقت چی شدم؟ کمی پریشان شدم. حالا آخر من از کم نپرسیده جواب دادن نمیتونم. باید از او پرسم. همین خیل بله. به خدا ایزا کشیدم خانم بیدو. میدونی این سلاح کیست؟ از کی؟ هنگام نجات دادن تو و کشته شدن جیانش سخرات این رو به من داد. درباره سخرات خیلی گپ زده، با او به من شریک نبودنت رو میفهمونی کلتکیلاس؟ گوش کن آنال، میفهمونم اما تو نمیفهمی. حالا گوشهایت رو خوب شده، من رو خوب گوش کن. تو مرا کشتن میخواهی ها؟ از همه زیاد. سخرات یک دیوانه تیار است. گوش کن، سخرات برای انتقام جیانش رو گرفتن تو رو از بین برداشتن میخواد. اگر تو رو نتواند همسرت یعنی حله رو میکشد. با ما رو کشتنت یگان چیز حل نمیشود. طفلی تو رو من نکشتم، شخصی تو رو دزدیده هم من نیستم. دروغ میگویی. دروغ گفتی ساده بی‌شرفی بیناموس. حیات تو پر از دروغ است. برای مرا کشتن آدم فرستادی، اما آدمت رو به دست آوردم. من خودم او را پرسپوس کردم و همش رو فهماند. به من حیله کردی بی‌شرفی سگ. تصادفاً از آنجا کسی گذشتم مرا نجات داد. کلتکیلاس، میدانی در این حیات چی میخواهم؟ مرده تو را دیدن میخواهم. یک فرصت یابم تو را نابود میسازم. سفسطگویی را بس کن، مرا فریب کرده نمیتوانی. خیلی تو رو با بیمارخانه کی برد؟ تو این را فکر نکردی؟ بغیر از تو همه بوده میتوانم، اما تو نه. سر تو کار نمیکند اونال. در یک اونجا مان میکن. ماشین را نگاه دار گفتم. خودت این را خواستی. کار تمام شد سخره. اون نال رو گرفته به جای گفتهات میارم. اکه کانون؟ چی گپ شد؟ одаме ки аз қафои калтакилас гузоштем ку خیر ӯ занг зад. калтакилас уналро дар бағоҷи мошин гузошта дар сари роҳ интизори касе будааст. تو چی میگویی؟ ба худо کالتاکیلاس کمیسر اونال را کشت مگر؟ мутаассифона ка این ناممکن است. زود باشد میرویم. یعنی در آخر انتخابت را کردی کلتکیلاس؟ بله. او زنده است کو؟ سلاحاتون رو پایان کنه. نجوم بید نباشد سرکارتون میمیره. نجوم، سقراط راه به آخر رسید. حالا در اینجا میموری و همش به آخر میرسد. ای بچه، گاز را زیر کن، زودتر باش. دامولوزیا را از دست سقراط نجات دادن اما لازم است. کلتکیلاس، حتی اگر اونال را کشته باشد، آن سقراط پدر لعنت دامولو را راحت نمیگذارد. سلاحایتان رو پایان کنه. پایان نکنید، او را پرانید. سلاحاتون را پایان کنید، پایان کنید. پلیس بیدار شوید. اطرافتون
باشد. اما چرا نمیپرانی پرسگو؟ که این دفعه من آدم نمیکشم، بس یه بار وعده دادم اگر آدم کشم من رو سیوال خلاص بکنم. خدا تو را سرت احمد، تو تمام شدی، تمام. در اینجا چی میگوی کنعانی معبدی آمد؟ چی میگفتم برادرم؟ من پلیس یاردم داده ایستادم، وظیفه شهروندیم را به جا آورده ایستادم. ما با یاردمی تو احتیاج نداری. ای برادر، بیا با من بحث نکن. تو چی اینقدر حریف یک رو هستی؟ ای کنعانی دیوانان، گفت را خواهیده گفتن. پیرپرانی که با آخیر رسید با تو دیگر خیلی گپ میزنم احمق. نتونستم در برو توی سیاد صدقه لمن نجات دادن. گریه نکن نوله کنی رو بس کن. دانسته باش من بعد از تو میمیرم. سردارم نبرده چیزه. کلتکیلان در کجاست؟ کلتکیل از گوره سردارم، اما سخرات رو پراندیم. جسدش رو آدماشو کشیده بردن. اون بشرف باز مرا کشتنی شد میدونی لبین. خبرداری؟ اویستا سردارم اویستا. این رو گفتم اونم سردارم که ینگه هله برای از بیمارخونه گریختنتون نسبت شما بسیار غضبناک است. تای بلا مونده سردارم. اویستا لبین. میلش اویستا فرید شما رو من میخوام. از در میخطم من اومدنم لوسی. سردارم احتیاط باشین کن. اویستا تمام. انا تمام. در آخر بیشرف مرد. حالا مسئله کلتکیل است مرد. ای سردارم بگویم یا نگویم، اما آدم رو مجبور میکنه که بگویم. مجبور میشم که بگویم. آخر با فکر من قاتل کودک شما سخرات است، کلتکیل نیست. شما این مسئله رو پای نبرده عدالت رو پایمال کرده ایستاده سردارم. چه خیلی بگناه. آدم مرا کشتنی بود میگویم تو. آخر سردارم من در این موضوع با شما هم فکر نیستم. من پرونده او رو تا آخر تحقیق کردم. کلتکیل تنها یک دوست است، قاتل نیست. ما او رو البته دستگیر میکنیم، این مسئله دیگر است. برو لبین برو. یه صدقه بشم سردارم تیزی قر میکنی. لبین برو. مرگ آن سقراط گفتنی آدم اونال رو کمی هم باشد آروم کرد. البته وای آدم یک جنایتکار قاتل بود. ای دنیا از یک حشرات تازه شد. مسئله کلتکیل اصل لعنتی را هم با آخر میرساند. ما راحت میکردیم همین خیل نه؟ دامولازیا؟ بله، یعنی آقا همش تقدیر. انشالله امک اکرم آخر باید جنایتکاران به جزایشان برسند. اوف دیلم بی‌حضور شد. کم ترک بیرون سیر و گشت کنیم میلش؟ برای دخترم بله، بیرون برآمده کمتر هوای تازه گیرید سرتان آروم میشد. عروست را ببرزی و غم و اندوهتان را از بین برید. مست شده به خانه آید. شما خطا نفهمید. منظورم این که مستی عاشقی شود. با اجازه شما. شماتون بخیر. استراحتی با فراغت. زهرو اینقدر خوشبخت است. ای ملیس تو گمراه شده ای. نه شیطان وسوسه هم کرد مادر. بخت من سیاه است. ساده. لوین بسیار انتظار کردم. خانم سلین اگر در کار شد برای شما 5 عصر انتظار میشه. وحیمه نکن. تمام خیلی کمتر وحیمه کردم، لیکن تو گرسنه شدن من انتظار میشم. عشق تو برای من ویتامین کی است. خاطر نشو لوین جون، من تو رو انتظار نمیکنم. هم شکمم حالا چنون گرسنه است. از من هم. بیا یکون چیز میخورم. رفتیم خانم سلین. بخشش
алло нилбону дар тарабхонае биёмон ҳаматон рафтаед чӣ яъне ман омада наметавонам метавонад хонум селек равед меояд нилбону меояд шумо рафта хушҳолӣ кунед маро фикр накунед чӣ майлаш набошад ман меоям шом бахайр то боздид خدایا نصیب نبوده از خانم سیلین ما یگان بار دیگر وا میخوریم من رفته در خط کوچه پیرچکی میخورم شما به طرف خانه روید مایل است با کجا میروی پیرچکی خوری یک جویا میروی به طرف خانه خانم سیلین یک دقیقه مگر شما ما رو با دوستانتون شناس کردنی بله چرا نکنم که خدا تا خیلی لباسای من اونقدر خوب نیستن اقلا رفته یک لباس زیبا پوشم با شما حید نشود بیا رفتیم با نزد دو گناهات پیش درآید لمیرا جدا هجابانی به سینما رویم مایلش عجبا یگون فیلمی نو باشد خیلی شد که به سینما هم نرفتیم شاید یگون کینوی عاشقانه یا اینکه حجبی باشه عاشقی یا که حجبی با خدا پشتم خوریده رو سر کرد یعنی فیلم عاشقی و حجبی رو هیچ دوست نمیدارم اگر با کینوتئاتر درایم الرژی پیدا میکنم افلاس یک فیلم بود درباره یک زن تماشا کرده بودی نمیدونم قهرمان های خارجی بازی میکردن در این خیلی مرشد شناس میشوند با مرشد سیر و گشت میکنند دائما آن صحنه رو آرزو میکردم درستی؟ وای وای بهترش با کینوتئاتر رویم نباشد تو شیفتر رو خریداری بکن من حاضر می آیم مالش شب کمی سیر رو گشت کنیم شوخی داری مگر؟ دوست دیدی مگر؟ این خیلی گپ نزن بین هوا بسیار پر آمد یک شبی عاشقانه رو برپا کنیم بشین سوار شو شده نمیتونم سلام علیکم اکای کانون گفته که بیا شمال بری دویده آمدم تینجو بده که البته که میایی برزگو آن کاری توست کاری اساسی توست البته که چی کار هست؟ مرا گوش کن آنکای حمدی باز گپ زدن را سر کرده است رفته بگو پایش را به قدی کرپاش دراز کند نه تو اول آن احمق را لطو کوب بکن بعد اخرج بسرش آید رو اول او رو مردانک زنه بعد نصیحتش کنیم همین خیلی ها رفتیم مایلش تو هم رو این برزگاو از عهده این کار یکی نبراید کارمان با کی افتاد عشق سرسری کوش بازن istesen de tutamazsın aç kanatlarını سلین جون دوستم گفتی بود اما دوستی خوردیت است؟ یعنی البته بله یعنی هم دوستی خوردیم هم خوزیرم یعنی همسایمو یعنی که همسایه تو لیوین جون با من یک شربتی میوگی میاری؟ ها شربتی میوگی کدام نمون میوه خدا دیدی خوب گپ نیست تمام رفتم برادر یک تا شربتی یک کپوشکا و یک کبی بگی بیار
خوب شد که ماشین رو آنها نفهمیده و جاش آورده موندیم. یا خدای توبه، روی همه خندیده ایستاده. بیا رفتیم. یک چیز گویم. چی؟ یکم چیز خوردن لازم، بسیار گرسنه‌ام. خب مالش بیا میرویم. یا خدای توبه، اینو کی بودن؟ عربه در اینجا و نمید نیست. خواهر لپه یا کوتین خودی شورک میگیرید؟ البته میدهم. تو رو من را گوش که با نسبت که کنو خودت گرداشتی ها؟ 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 یاد خبی آها دهان شب خلقی کم نزنه عجاز آنزیستن سوال جون؟ نمیک در کجایی؟ عربه رو پرتافته با کجا رفتی؟ قلمفور تمام شد قلمفور خرید رفتم برای قلمفور؟ نمیک مگر برای قلمفور عربه رو پرتافته میروی؟ سوال جون خودت میدونی که به قلمفور نخود شورک رو پخته نمیشود که آخیر ها؟ نمیک در کجای هستی به اینجا بیا، من در همین جایم. بخشش سوال جون کم تر در راهی دورتر رو نمیک خاموش شو به اینجا بیا. تمام جانم عزیزم میایم شرف برادر من باید روم. چی؟ این لعین به تو امانت و باز دانسته باش اکی کنون نباید این رو فهمیدی؟ احساری ترام من رفتم. با کجا میروی؟ نمیک برادر، آخر تو چیکار میکنی؟ همه کار رو به گردن من میپرتایی. خودش چی گپ است؟ وای در کدام پایت که میخوای پرانم همان پایت رو درست کن. التماس usta paronaka. Well, I saw you dancing out there on the floor, doing your thing and shaking your booty rocks me to my core. But if you want a real man, you gotta do better than that. سلیم بیا رقص کنیم. لیوین بیا ما هم رقص کنیم. نه خانم سلیم ما رقص کردن نمیتونم. شما رفته تو کسا با دکانه تو جنبونی. بیا رقص کنیم. یه وجدان انسانی نمیتونم. این سیجو میکنم من رو رد نکن. خیلی باشد من خرسک بدم تو رقص کنم. خودستون تو رقص کردن. You ain't gonna get to me that way. That ain't where it's at. If you wanna get to me, we'll do it faster, pussycat. So do it faster, pussycat. Yeah, that is where it's at. You do it faster, pussycat. Now you come over here, girl. Now that's what I call fast, baby. Like my wheel. Now I like my girls like my wheels. Smooth and round and as fast as you like, in a tight skirt and high heels. But if you want a real man, you gotta do better than that. Keep on shaking it up, but do it faster, pussycat. Hey, do it faster, pussycat. Yeah, that is where it's at. You do it faster, pussycat. Now you come over here, girl. Now that's what I call fast, baby. آنها محکم شده است. برمی جاشونیم؟ مایلش البته
چوقش در دست تو مونیم بعد ترتیب کنه بیدین میگیری؟ باز یک تا میدونی من برای نرفتن مجبور شدن بسیار خورسر شدم. یعنی من آخر به تو رفتن نمیتونستم زدو میرفتم هم نیستم در تو میماند تو باشه دایم در من میماندی روزای آخر از سه مرده که در حیات من داخل شدن از همه زیادترش تو رو دوست میدارم. سه مرد؟ اون سه مرد که هایم؟ دوملوزیو، زاغسیو و کلتاکلس. همه خیلی بگوی دختر؟ خیر به فکر تو از همه زیادتر کدومش رو دوست میدارم؟ کدومش؟ به فکر تو؟ کلتاکلس؟ دوملوزیو. میشود و من فرقی نداره زردالوی خشک با مزه بوده زردالو کنه دستم رو بده سیوال جان الان من اومدم. نمیک تو چی کار میکنی؟ این چی به مسئولیتی است؟ مگر انسان عرابه حیاتیش را پرتافته میره؟ سیوال جان قلمفور تموم شد آخیر. خاموش نمیک. این چیست؟ این چیه؟ قلمفور؟ با خدا من فراموش کردم اینها رو ندیدم من. قلمفور در پیش چشمت است. ای خدا. انا ببین جانم. عشق تو مرا کور کرده است. کور آخر چیکار کنم نمیک همین گپایت رو نگوی خوب میشدو. خیر میلش من به خونه میروم. روی سفید عزیزم. اوه مرا نه خود دا بیا. تاثیر شربت کرچکر دیدی چه خیلی زور. ما از اینجا به دیگر مرکزی دلخوشی میرویم. تو هم این رو گرفته با ما بیو. نه من رو گرفتن خانم سلین لازم نیست. آخر من باید پگاه بروقتر از خواب خیزم. خانم من پلیس هستم. رفتنم در کار نیست. پگاه روزی کاری است. به همتون شبی خوشحالم. در حقیقت از شناسایی با شما بسیار شدم. خانم سلین شما با دل پر رفتن میتوانید. من به اتوبوس میروم. لوینت انتظار شو. من خودم رو به شما خطا شناس کردم. درباره لوین دوستی بچگی هم گفتم. دوست داشتنم رو پنهان کردم. تو این درجه نه؟ خانم سلین بس بیشتر چه خیلی دوست داشتن. این مگر خوب با دیده باشی. خیر من نمیروم. دوستم مرا به خونم میبرد. خانم سلین در حقیقت مرا دوست میدارد. هر وقت که میگه که شما را دوست میدارم موی طرف سیخ میگه. برادر یک شپالا خمزه که با فکرم خودی نیستم. خیر نباشد ما میرویم. به شما شبی خوش. به خدا که بسیار خوب میشود. انتظار نشوید. بای بای. مایلش خیر. ای خانم سلین شما چقدر انسان دلصاف بودید. برای من در نزد دوگانه‌تون شرمنده نشم گفته حتی دروغ گفتید. یعنی با شما چقدر سپاسگزاری کنم کم است. احمق من با کی دروغ گفتم؟ من حقیقت رو گفتم. نه من صافدل بودن شما رو میدونستم اما این قدرش زیادتی است. بسیار سپاسگزارم. لوینت حقیقت رو میگویم مرا نمیشنوی.
خانم سلن من حق شما رو چه خیلی پرداخت میکنم. تشکری زیاد. احمق، من در اینجا تو رو دوست میدارم میگم تو باشی چی ها گفته ایستاده؟ بله محبت به حیوان، محبت به حشرات و نباتات، بعدن مرا دوست داشتنتون، این همه محبت زمینی است. یک دقیقه خانم سلن من خطا فهمیدم یا که مگر شما مرا دوست داشتنتون رو گفتی؟ بله لیوین، من تو رو دوست میدارم، حالا هم تو باشی سفسطه میگویی. اما یک چیز رو فهمیدنم در کار است، چون محبت انسانی یا که مگر مانند دیگر نمون محبت ها، یعنی محبت های بیگانه چه خیلی نبینه. گوش کن، حالا بسیار به‌حضور شدم. اگر این خیلی سخن گفتن رو دوام دهی من از تو رو دوست داشتنم دست میکشم. یک دقیقه خانم سلن مرا دوست میدارد. یا الله خانم سلن مرا دوست ندارد. خانم سلن پارتوف کجا میرم؟ خانم سلن جان در هیجان من شما رو فراموش کرده پارتوف رفتم. در حیات یک خواهش دارم، اجازت میدید که دست شما رو قبیده در این کوچه های شهر مثل کینو فیلم های هندی یک جا بیداریم. این طرف رویم اون طرف رویم. خانم سلن اگر آماده باشید بیا پس یک جا میدویم. شما بیا مقدم ای گل بهارم. یعنی اگر باز در آغوشم خواب رفتم خواهی با نزدت آمده میتوانم. نه جانم رحمت. یگان نیت بد نداشتم آخر. شب خوش کلتاکیلاس. شب خوش شاهزاده. چرا خاموش میکنم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا خداوند سخرات و جایش رو جنت بگردون. خدا اما جایی میرفتش معین است لیوین. سردارم مرا ببخشید و گپ نزنید، اولو در مزار هستیم. در وقتش باباهمون با ما گفتن که از پس مرده گپ نزنید که این گناه عظیم است، به حد گناه عظیم. انشالله در جنازه کلتاکیلاس هم این خیلی اشتراک میکنیم با تو. سردار امروز روزی تولد زیبا از گپ همین که حالا به تو گپ رو نشان میدیم. با ماشین سوار شو باشو میرویم. سردار میرفتیم یک دعا میکردیم یک تبریک کردم میومدیم بسیار کار خوب میشد سردارم. خیر نباشد شب میبینی؟ تا بازدید جانم. خودت رو احتیاط کن. تو شب عشقم. چی؟ چی شد؟ نه آخر با این خیلی گپ عادت نکردم. ناگهان چون گفتی البته که حیران شدم. کنی یک بار دیگر بگو، بسیار خوب گفتی. گپ یک بار معنا دارد. تا بازدید. بله عشقم. بای بای. الو خانم بتول، تکلیف اویله‌دارشوی‌ام رو فکر کردید؟ در یگون جا نشسته صحبت کنیم، بعد به شما زنگ میزنم. تو چی گفتی؟ با بتول تکلیف اویله‌دارشوی کردی؟ خب زبان کلتاکیلاسی تو با من ضرر نمیرسوند، فهمیدی؟ دنبالای ساخته؟ من شوخی نمیکنم، نسبت خواهرت جدی هستم. هم دختر چون کلتاکیلاس بودنی تو رو فهمد در نزد شوهرش آرامش مییابد. اگر یک مشت بر روی من رسد با بیتول همش رو میگویم. چه شدن؟ چون در دستت این خیلی دلیل داری؟ فکر میکنی که با بیتول ازدواج کردنت را اجازت میدیم ها؟ با خدا که بس است. با جای به من تشکر بگویی مرا حال هم تهدید میکنی. مرا تهدید کردنی بودی؟ ایستا یک لحظه مرا گوش کن. تا این روز اگر خاموش شده باشم بیتول نرنجت گفته نگفتم، چون که در روی زیبای او دیدن یک قطره اشک را طاقت ندارم. یعنی از ترس تو نیست. اگر دهانت رو کشوی بعد حالت رو میبینی. یا خدای توبه، حالا هم گپ میزنی. خودتون رو احتیاط بید. رحمت کلان نکن. بیتول اکا سمی با تو تکلیف اویله‌دارشوی کرده است، درست است؟
سفر تمام شدی تو رو میکشم احمق. بله اکا، در اصل من این رو به شما گفتنی بودم. هر تو چی فکر داری؟ هیچ، یعنی من روزگی شما رو نگرفته البته به او جواب ندادم. چی گفتنی شما برای من بسیار مهم است. بیتول، معلوم که سر تو بسیار آمیخته است، اما گوش کن، با آدمی که خوشبخت نمیشه ازدواج کردنت رو نمیخواهم. تمام اکا. من تو رو هرگز رنجاندنی نیستم. اکا جون، آخر در اصل این رو به شما گفتنی بودم. شب یک خوبی عجایب دیدم. چی شد؟ بخیر است؟ انا به یک چوهی تاریک میافتم. دو فیغان فریاد میکشم اما هیچ کس آوازم رو نمیشنود، هیچ کس جوابم نمیدهد. بعد شما با روح نورانی و جامعه سفید آمده قرآن خوندید. چوهی که ما قرار داشتیم ناگهان به باغ تبدیل یافت. نشسته صحبت کردیم. مکانی مانند جنت بود. حتی در خواب تو رو آرام نمیگذارم، ها؟ فهمو؟ بله، میدونیم در حال دامغا بودن شما رو شنیدم چونان خورسند شدم که روحی پدر و مادرم شاد باشن. بله، همین خیلی از به همینم. اکا، دامغاگی رو ترک نکنید میلش. این از کجا بر اومد به تو؟ چی دانم، بزرگ رو اویله دار هستید، شاید تکلیف کند که در شرکتی او کار کنید. خیر، دامغاگی رو ترک نکنید میلش. میلش بیتر بعدا میدیم، ترک نمیکنم. تمام. چرا این خیلی رو سیست دادیم؟ رفته در مغازه شینیم؟ میلش، اما من به بیمارخانه روم، یک دو بیمار دارم، آنها رو میبینم و میگویم. میلش، من در مغازه انتظار میشم. تا بازدید. تا بازدید. لابا جورم. جانم چی خیلی؟ خوبم. حجت رو در خونه فراموش کردم، به گرفتنی اونها آمدم یادت کردم. خوب کردی. من تو رو بسیار یاد کردم. اول من گفتم. کارتکی است؟ دستانت رو بردار نجوم. الو زیا؟ تو رو دوست میدارم زهره. من هم تو رو دوست میدارم زیا. تلفنت رو پایان کن. زیا الو. آه خدای من، نباید این خیلی شود زیا. آخری راه آمدی کاتاکل است. سودو رو دستگیر کنه که نکنه زن. باورم نمیاد که کارتاکلس رو قاپیده. بسیار خورسندم ببین. در حیاتم هیچ اینقدر خورسند نشده بودم. سردارم باورم نمیاد که کارتاکلس رو دستگیر کردیم. بله. Akavna akıp bıxar, xandaki kapıdım, xandaki akavna. Yine soluyor içimde bütün çiçekler, başka bir baharda gülümserler. Yorgun kalbim, yorgun hayallerim direniyorlar bana. Hala yenilmedim. Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret. İçimden bir sesler, sabret, sabret. Onca düşün arasında, yıllar ardından geriye bana kalan yine hüsran. Her daim feryat
feryat figan kalbim zehir olur başka hayallere kalmaz ki mecalim hüsran feryat figan kalbim yenilmedim o zalim görmüyor ki ya Rabbi. бахшида ба ҷашни 26-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ва соли ҷавонон гурӯҳи эҳсон ба душанбе меояд. وطن افسانه پرداز تو را افسانه میخوانم сурудҳои ғолибҷон юсупов сафои ишқро мемонад. 29 октябр соати расо 16 дар филармонияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон консерт таҳти унвони сафои ишқ баргузор мегардад. من همانم ای عزیزان من همان биё шоми хотирмон хоҳад шуд. телефон 93 366 67 77 98 100 99 09 ва 92 788 99 09. چرا یاری پیراری من باور نداری از تقدیمات استودیوی سیما و پوزیتیو پروداکشن کلیپی نویسنده جوان خوش صدا رمضان سلیمی ساخت. کلیپی نوبتی او زیر عنوانی